و درودی به پایان با شما عزیزان دلی دیده که امروز با چنین کنسرت باشکوه قدم رنجیده کردید خوش آمدید میگیم. اینک امروز خواهر ما شاهزادهان نخستین کنسرت خود را با شمایان مخلصان خود پیشکش کرده ایستادند و ما آنها را مبارکباد نموده با آنها قله‌های بلند صنعت را تمنا داریم. بگذار 100,000 سالها در خدمت خلق باشیم. و اینک رخصت دهید که ما امروز نخستین برآمد شو برنامه دوگانه ها را پیشکش شما میکنیم. مرحمت تماشا کنید. دوستان عزیز، چه خیلی همه ما میدانیم جوانان وقتی که به دانشگاه داخل میشوند دختران بیشتر خوابگاه را انتخاب میکنند. اینک حادثه در یکی از خوابگاه دخترانه. میبخشتم شما نمیدانید تا خوابگاه کجانده. این نفس مییابم. همین لبام رنگ زرینه خیلی. دخترم یعنی من باید خیلی دخترم کجا باشده کو این دخترم دخترو آوازی بوام اومد دوست. دخترم ای پاک نکن. ای اوزی من جان میکنه. من جان میکنه. پاک نکن. بچه دخترو شو اینا بیا نون دختران نون دختران رافغان اومد رافغان ای دخترو ساسیسکای полвонча رنگی بوام полвонча میشدیم سلفی همکرسا سوختم را ای دخترو این چی خیلی سرخچه بوده است میدونی تو می؟ بیا میپرتاییم وای گوشت دخترم کلاش 45 ما گوشت دخترو این گوشت بوده است گوشت ای بوه جون ماشمویا یاد کدم شما رحمت ماشمویا چی یاد کدم بوه جون آدم همین چیزا که هم صورت میفراد میمانه پیش همه قودم به شرمنده کردی دخترم بوه جون نیست همون چیزا نیست چو کنیم معلش بوه جون بیاد ماشمو با وای نشون تمی خوبگاه من نشون تمی بیاد انا اینجا اوه آدمای به خوابگاه سوید آبی گرم و مای صورت گیری تا دخترم که شرمنده نکنید من یه هم کرسم چی میگه آخه یه دهه مانده آبی گرم نیست سوید نیست اقلا صورتش کلان کردن اونم همسایه ها یک سخته مورا نخیده کنی سلفی دخترها کنی سلفی کنید این کامرشا کار نبکنی البته همه آفیزان با یک چند زبان سرود میخوانند روسی، انگلیسی، ازبکی و با دیگر زبان ها اینک میبینیم که آفیزان چگونه زبان میآموزند همه حافظا تلفن کده میگوید که من حاضر معلمه من پایدی سید میگوید که حافظه گپ زنی خفه میشد یک روز نیروز توی ما و خدمت میکنند کن چیزی میگوید یومسا شد جمشتک های اسمالیف شناختم سرطان نخوانید اینجا بشینید السلام شما درست می؟ رحمت بید اکا تنجی می خدمت تنجی من همین زبان آموزی آمدم امروز همه روزی حافظا بود دسته کدام حافظ آمدن کی؟ حاضر پیش از شما کمتر زرنگاری زر آمد همه زبانه یاد میگیفته است نه ویش هم معلش محکمه بحریدین هم همین جنده شیتی انگوید 24 ساعت همین جنده شعر نویسشان مایلی نانو نیمته کداسی انگوید خیلی زیخ نویسید خیلی مایله که شما انگلیسات میگفتگی می من زبان انگلیسی به من نویسید امریکا کنسر میرید میگم اکا نه امریکا مایلش من همین زبان انگلیسی یاد گرفتم میخوام من عذاب کشیدم چوبا عذاب کشیدید چون که من همین موزیکای انگلیسی گوش میکنم موزیکاچه‌هاش رسا زور همین موزیکاش دوزیده شده سو همین تکستش هست که خواندنش همونش دوزیده نشده شده که جورید من شما پیش معلمه میبرم جورید شده که من برید جورید خیلی میدونیم به خانه هر یک دختردار خواستگاران میآیند اینک امروز یکی از آنها به خانه پروینه خان آمدند
نه دخترم خودت میدانی همین قسال من توی هم پدر هم مادر شده توی بابایرستان دوستم من خانم و خواستگاری آمد دوستم دینه با یک اجای ناز آمدن هم با دخترم این آمدگی خواستگارا بکن چیزی میگوییم خواستگارم دوست می ها خودت زیر کن دخترم آمداز خواستگارا تو ویم آمداز من ویم آمداز چیزی میگویی کن دخترم چا کنیم بایجان شما زکی گوتم میشه تو- اکی من روزی تو راضی می دخترم میدانستم رحمت دخترم میدانستم که تو هم میگویی من البته ببخ میشم همین تو یکم بگو خودت خدمت میکنی گو خداهای دسترخوانشان نفس کو مایلش می ما تو باوریم های برفتیم توی به تیاری برفتیم این بود مینیاتюрҳои мо. ташаккур ба ҳар яки шумоян.